به نام خدا شروع میکنیم با آموزش نصب بازی پیوند گلها. این دفعه به جایی که زامبی علیه گلها باشه، پیوند گلها علیه زامبیا. خب برای نصب آموزش اول توی گوگل پلی میزنیم دانلود بازی. حتما بچه چیزی که من سرچ کردم سرچ کنین، چون که حتما این آخر چی هم که واسهتون الان علامت میزنه و بنویسین که معلوم بشه که واسه موبایل و این چیزاست. خب حالا میریم. خیلی خوب، وقتی که اومدین داخل چی میاین پایین و روی میاین روی سومین چی اصلا یادم رفته اسمشونه، کلیک میکنیم، بعدش میزنیم روی این اولین رو، چون که ما میخوایم موبایل نصب کنیم دیگه. خب میایم رو همین اولیه. بعد اینکه وارد اینجا شدیم روی اولین چی میزنیم. این چون که من نصبش کردم میزنه بازی چنه مجدد، بارگیری مجدد، ولی شما اگر زدین واسهتون میره نصب، ولی میزنه شاید بزنه این فایل مضر است، ولی در هر حال میاد بزنین رو در هر حال نصب شود و بعد چند دقیقه خودش نصب میشه و دیگه شما میتونید واسه خودتون بازی کامپیوتری که پیوند گلها علیه زامبیا رو واسه خودتون بازی کنید. و خیلی بازی جذابی هم هستش. شاید واسه تون سوال باشه ولی این زبان چینی هستش، ولی اگر شما تونست زبان چینی هستش، شاید هم واسه بعضیاتون انگلیسی یا چیز دیگه در بیاد. خب ولی یکمی هم طول میده که بری داخل بازی، ولی در هر صورت نصب کنید واسه خودتون بازی کنید و لذت ببرید، چون که بازی خیلی خوبی هم هستش. تا ویدیوهای آموزشی نصب بازی های دیگه، فعلا خداحافظ.